برای درست کردن این غذای اصیل و در حال فراموشی گیلان، ابتدا مرغ‌ها رو داخل تابه در حدی که رنگشون عوض شه تفت میدیم. در مرحله بعد 2 لیوان آب جوش به همراه نمک و فلفل و زردچوبه و یه پیاز متوسط بهش اضافه میکنیم. یه رو بپزه کافیه. توی همون تابه شویدهای خرد شده رو با کمی روغن تفت میدیم که از خامی در بیاد. در مرحله بعد مرغ‌ها رو به همراه آب مرغ میریزیم تو تابه و با شوید تفت میدیم. وقتی حرارت تابه خوب رفت بالا، تخم مرغ‌های همزده رو به مخلوط اضافه میکنیم. تو مرحله آخر یه قاشق آب لیمو میریزیم و در تابه رو میذاریم که غذا خوب جا بیفته. شما هم تو این فرصت 2 بار بزن رو صفحه و این پست رو لایک کن. بله، آماده شد. خیلی سریع و خیلی ساده تونستم این غذای اصیل گیلانی در حال فراموشی رو درست کنم. وقتی من تونستم، شما هم حتما میتونید. فقط قبلش خوندن توضیحات داخل کپشن یادتون نره.